پزشکیان کاپیتانی که برای حذف تیم خودی با حریفا ساخته است. پزشکیان اولین سیلی محکم را به گوش ملل حاشیه زد. پزشکیان در مقابل فارس‌های انحصار طلب به ترک‌ها و مللی که به او اعتماد کرده بودند غل زد. پزشکیان به جای استفاده از ترک‌های آذربایجان، قشقایی‌ها، ترکمن‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، کردها و همچنین فارس‌ها برای تعیین سیاست‌ها و سیاستمداران 4 سال آینده تسلیم فشارهای سیاسی روانی و پروتکل‌های مختلفی شد که فارس‌های حاکم برای فشار بر امثال او در 100 سال گذشته پیشبینی کرده، طراحی و اجرا کردند. پزشکیان به جای استفاده از توان سیاسی و مدیریتی نیروهای ملی همه ملل در ایران برای تعیین سیاست‌ها و سیاستمداران آینده، سنگبنای آسیاب سیاستمداران و طراحان سیاسی آینده را بر روی شانه فارس‌های ضد ترک و ضد ملل حاشیه گذاشت. در حقیقت پزشکیان از تمامی اعتقادات خود عقب نشینی کرده و عقب نشینی خواهد کرد تا فرصت بیشتری به فارس‌های نژاد پرست داده بشود، تا فاشیست‌های فارس برای تعمیق نژاد پرستی و فعالیت‌های فاشیستی خود شانس و فرصت بیشتری داشته باشند. به نظر می‌رسد که پزشکیان تاکنون به ابزار مرکزگرایان تبدیل شده و خواهد شد تا بر ملل حاشیه ولی به نام ترک‌ها و به کام فاشیست‌های فارس ظلم و ستم افزایش بیابد. یعنی پزشکیان به کاپیتانی تبدیل شده که با ساخت و پاخت در پشت پرده به نفع رقیب ملل حاشیه به خودی‌ها قول می‌زند و این آغاز راهی است که باید انتهایش را دید و نباید منتظر فردایی ماند. شما در ادامه و در پایان راه او با فارس‌ها چه تصوری از این بازیکن سیاسی می توانید داشته باشید؟ یا باید تیم را عوض کرد و یا به باختی که mukərrər شده است تن داد. انصاف علی هدایت. Alnın açık, yüzün ak. Doğudan batıya her karış toprak. Edirne, Kars, Şırnak, İzmir,